خدمت عزیزان در مسیح، سلام و درود بر شما. شاید فکر کنید که تعالیم و موعظه ها در این فیسبوک کاهش پیدا کرده، ولی اینطور نیست. ولی که بر حسب نیاز من با عزیزانی خصوصی و از طریق یوتیوب غیر عمومی دارم دائم در تماسم و سعی دارم اون دسته از عزیزان از کلام خدا تغذیه بشن. حال می‌پردازیم به پیام امروز، جنبه تاریک محبت خدا. وقتی تاریخ معاصر رو ورق میزنیم، در زندگی ایرانیان و در زندگی نسل خودمون و بزرگترها، یعنی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، چیزی رو به وضوح شاهد بوده ایم و اونم مسئله طلاقه. طلاق در دوران والدین ما و قبل از اون در ایران رواج نداشته، که البته در قوانین مدنی وجود داشته و دادگاه‌ها برای حمایت از حقوق خانواده قانونی برای طلاق وضع کردن که البته صورت خوبی نداشته و قرار بوده که اگه زن و مرد نتونن به توافق اخلاقی برسن و ادامه زندگی مشترک بدن، میتونن طلاق بگیرن و از هم جدا بشن. ولی خساراتی رو به بار میاره که خیلی ها اونا تجربه کردن. ولی به طور کلی طلاق میتونسته آبروی خانواده رو به خطر بندازه و در واقع یک ننگ محسوب میشده. برای ما که ایماندار هستیم نیز کلام خدا هشداری میده که در کتاب ملاکی باب 2 آیه 16 آمده. یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را به لباس خود بپوشاند. در مراجع دادرسی از هر دو طرف ازدواج سؤال میشه و از هر دو طرف دعوت میشه که مروری بر تصمیم خود داشته باشند تا زندگی مشترک به جدایی ختم نشه و این خود نشانه‌ایه که هیچ کس با طلاق موافقت نداره و سعی میشه ازش جلوگیری بشه. من و شما شاهدیم که در این نسلی که امروز داریم ازش صحبت میکنیم، حمایت خانواده کم کم داره قدرت و جدیت خودش رو از دست میده و فشارهای اقتصادی و دیگر فشارها دارن این زنجیر حمایت رو ضعیفتر میکنن و طلاق در خانواده ها و نسل جوان رواج پیدا کرده و دیگه اون ننگی رو که در قدیم داشت دارا نمی باشه. و شخص من که خیلی با ازدواج سنتی و با همسر ایرانی معتقد و پایبند بودم، بالاخره تن به این کار دادم که البته احساس شرم میکردم، ولی با وجود اوضاع اجتماعی ایران دیگه برام ننگ نبود و خیلی اوقات از خداوند سوال میکردم که چرا ایران که پایبند محیط گرم خانواده بود و علیرغم کشورهای غربی که بی بند و باری درشون رایج بود، به اینجا رسیده که مردم خیلی سریع طلاق میگیرن. خدایا تو که در کلامت با طلاق مخالفی، چرا کاری نمیکنه و اوضاع رو تغییر نمیده؟ روزی پیامی الهی از جانب خدا شنیدم و اونم این بود که در گذشته ایرانیان به سمت خداوند نمی اومدن چون به آسونی طلاق نمی دادن. از شنیدن این عبارت شوکه شدم. امروز که طلاق رایج شده، مردم به آسونی حتی از خدای اجدادشون طلاق میگیرن و خداوند عیسی رو به عنوان یگانه منجی در قلبشون دعوت میکنن. این جنبه تاریک محبت خدا محسوب میشه. جایی که به نظر میرسه
که برای خدا مهم نیست که انسان در آشوب زندگی کنه و جاییه که خدا به من نشون داد که بهتره خانواده متلاشی بشه و اعضا نجات پیدا کنن تا اینکه طلاقی در کار نباشه و اعضا در بحبوحه و گرمی محیط خانواده راهی آتش جهنم بشن. ما ایمانداران همه حکمت خدا را قبول داریم و جلال بر نام خدا. این قسمت تاریک محبت خدا در جاهای دیگه در کلام خدا پیدا میشه. یادم مبشری مثالی آورد که این قسمت تاریک را گرچه تاریک نبود ولی به نظر تاریک میرسید به این صورت بیان کرد. ساعاتی پس از نیمه شب دختر بچه فریادش بلند شد و پس از اندک زمانی مردی رفت بالا سرش و به نظر میرسید که میخواد کمکش کنه. او تلفنی با کسانی صحبت کرد و پس از حدود نیم ساعت 3 نفر با ماشین به در منزل این دختر بچه رسیدن و با آسانسور به آپارتمان وارد شدن و دختر بچه رو برداشتند و بردن پایین و توسط ماشین رسوندن به یک ساختمان و اونو سپردن به چندین مرد ناشناس در حالی که دختر بچه هنوز داشت آهو ناله میکرد. بالاخره اونو بستن به یک تخت و ناشناس دیگه ای اومد و با چاقو شکم دختر بچه رو پاره کرد. آیا سناریو خشن و بیرحمانه به نظر نمیرسه؟ بله، حقیقت اینجاست که دختر بچه درد آپاندیس داشت و مرد اول پدر او بوده که به اورژانس زنگ میزنه و آمبولانس سر موقع میرسه و دختر رو به بیمارستان منتقل میکنه و جراح کار خودش رو با چاقو برای بهبودی دختر بچه آغاز میکنه. اینم صحنه که قسمت تاریک محبت رو نشون میده که گرچه در مرحله اولی که ما اونو میشنویم خیلی خشن و بیرحمانه به نظر میرسه ولی در اصل نجات دختر بچه درش مخفیه. گاهی در کلام خدا نیز مطالبی رو میخونیم که به نظر میرسه که خدا حرکتی برای حل موضوع نمیکنه و به اوضاع بی‌توجهه، ولی با تعمق در کلام و توسط روح القدس خداوند حقیقت رو روشن میکنه. ابراهیم یگانه فرزند خود اسحاق رو همراه خادمش برداشت و راهی کوه موریا شد و به این سناریو توجه کنید که در راه با ابراهیم مصاحبه میکنه و میپرسیم ابراهیم داری کجا میری؟ او جواب میده که میرم تا در بلندی موریا یگانه فرزندم رو قربانی کنم. میپرسیم ای ابراهیم تو مگه به خدای حقیقی ایمان نداری و چرا داری مثل بت پرستان و کافران میری بچه‌ت رو قربانی کنی؟ فکر میکنم او جواب بده که من حدود 50 ساله که دارم این خدای حقیقی رو خدمت میکنم و تجربه این بوده که هر وقت که به فرمانش گوش دادم و اونو اطاعت کردم این خدا منو برکت داده و مطمئن هستم که پس از اینکه فرزندم رو ذبح کردم قادر ما از مرگ زنده کنه. و دیدیم که نتیجه شد و این هم صحنه دیگه از قسمت تاریک محبت خدا بود که منتج به قربانی فرزندش عیسی و نجات انسان ها شد. عزیزان به دوره رسیدیم که به نظر میرسه که خیلی ها در سیاهی و ظلمت دارن به سر میبرن و کلام خدا رو چنان اقتباس میکنه که نه تنها کمکی به گم شده نمیکنه ولی که اونو بیشتر به تاریکی جریه دار میکنه. از کجا معلومه؟ شاید او به این نوع مواد آرام بخش نیاز داره تا بتونه درد گذشته‌اش رو موقتا خودش رو برای مدتی آروم کنه. شاید باید دورانی رو بگذرونه و توی خیابونا ولگردی کنه تا این نوع زندگی بدون دغدغه اونو از زندان اجتماعی تحت کنترل این روزا که داره همه رو آزار میده خلاص کنه.
البته کلام خدا نجات اونه، ولی لیگالیسم رو بذاریم کنار و بدون اینکه با تاریکی مسالمت داشته باشیم، محبت مسیحانه ما میتونه اونو برای شنیدن انجیل سلامتی آماده کنه. یک پرتو در سرمایه زمستان و یک غذای گرم میتونه دل اونو به دست بیاره تا اینکه کلام خدا رو براش اقتباس کنیم که میدونیم شیطان در این کار تبحر داره و داره همه را شکنجه میده. عزیزان، به روزهای آخر رسیدیم و بیاییم ما هر روزه برای شروع بریم در مکان مخفی با پدر مشارکت داشته باشیم و از روحش هدایت بشیم و ثمره عظیم این کار رو ببینیم. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند میسپارم. آمین.